ما را کی کنده؟ کافر. مکتبی ما را کی جور کرده؟ کافر. سرک کی پخته کرده؟ کافر. سربند یاد کی بسته کرده؟ کافر. کودکستان کی جور کرده؟ کافر. برق کی جور کرده؟ کافر. مسلمان چی کرده؟ مادر و پدرش وفات کرده، حالا روزی سیسته جمعه است، سال پورگی است. الان کو گوشت بیا دیگار بار کو جناب وکیل صاحب، وزیر صاحب نوشته کو، اما اولایی صاحب، مدیر صاحب، مدیر سرمعلم 2000 5000 شاگرد میمانه به خاطر ختم بدعتی تو شکمای مردم سر کو. اگر کسی ثابت کنه که پیغمبری کار کرده، مولی متوکل آویزان کنه، آویزان کنه. این دین است. ما در کدام حالت رسیدیم؟ ملای ما استاد میشه، ای ملا 1000 پر در اینجا میزنی، تو را به الله قسم، به او الله که عقیده داری، این طریقی که تو میکنی قرآن سری پیسه ماندگیستی. این در کجا آمده؟ در زمان پیغمبر مرده شده یا نه؟ در زمان صحابه مرده شده؟ به او امام ابو حنیفه رحمه الله که تو عقیده داری در مذهبش هستی، ثابت کو برای من. عجیب است، لاف است. فقط دمی قدر یاد داریم مردم پیدا شده از دین آبا و اجداد ما را میگردانه. بله، آبا و اجداد ما خود مخلص بودن ولی علم وجود نداشت. ملای خلاصه خان و 4 کتاب ملای ما بود، قرآن کریم ترجمه نمیتونست، تفسیر نمیتونست، کتابی حدیث نداشت، فتوا داده نمیتونست. امروز بد میگه، مرده شلغم گور شد، والا مردم بد میگه. پیغمبر علیه السلام چی میگه؟ انس رضی الله میگه لا یؤمن احدکم، مؤمن شده نمیتونه یکی از شما حتی اکون احب الیه، تا اینکه من محبوب شوم برایش من والدی از پدر و مادر کده هم و ولدی از اولادش کده هم و ناس از کل مردم کده اجمعین از تمامیش کرده. این اینجا مقابل است که رای پیغمبر را پیش میگیری یا رای مردم، یا رای پدر و مادر، یا رای اولاد. تو هر روز در امتحان الله متعال قرار داری. ایمان داری؟ دعوی ایمان میکنید؟ چه قسم میشه؟ ما از خیرات منع نمی کنیم، بالله قسم منع نمی کنیم، اما خیرات امر میکنیم که قرآن کریم امر کرده. قرآن کریم یک جا پیدا کنی و یسألونک ماذا ینفقون، از تو سوال میکنه پیغمبر علیه السلام چی چیزا مصرف کنه. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین. ای صحابه، از این سوال نکنی که چی چیزا مصرف کنیم، از این سوال کنی که در کجا مصرف کنیم. برای پدر